وقتی که 3 تنال جمع میشوه یک تا یک او را 1000 میکنه. اگر همون یک 3 نولی چی معنی نداره؟ چی معنی داره 3 نول؟ ما هیچ نیستیم، ما نولیم. همین یک ما را 1000 میکنه. انا میخواه نولا جمع شوند، بنده واقعی یگانه شوند، خداوند به اینها دل ایلاف میگه. این الفته پایتختی که او سر تا پا او پایتخت دولت یگانگی ای، یک تا پرستی ای، یک دلی ای، مهربانی ای، عطوفت ای، مهربانی ای، یک دیگر احترام کردن ای، دین خدا همین ای. قسم و خدا اگر انگوشت من راست کنم همین دانه دانه انگوشت منو میشکنن، اگر ایخه کنم میشکنن، ایخه کنم میشکنن، اگر اینا من جمع کنم کسی شکستن نمیتونه. انا میره عطوفت و الفت میگم یا جمع شوی میگم. وقتی که شما جمع شده میگه 1000 میشه. این همه عزیزا لیلاف قریش یا خدا برایش ما مهربانی زیاد داد. رحلت الشتاء و صیف، این نبینه همین ما رحلت میکنیم آخی از اون منطقه میبینیم. من همین روز آمده 5000 کیلومتر شتاء و صیف، در تیرماه و در زمستان و در تابستان بازارهای را خدا آباد کردگی بود که بازارهای سیزانی بودن. اینها میزدن باره در همین بازارهای سیزانویشان 1 ماه بازارشان سالانه را جمع کردن. خداوند میتیه در 3 ماه تابستان ما 1 سال خوراک مونه جمع کنیم. الحمدلله. زمانی بود که آمدیم ما شاید که در همین زار بدیم، اما این زمان نبین که ما بنده یکتا شدیم، یکتا پرستی را واقعا قبول کردیم، یکتا پرستی را در پیش یگانه خم شدیم. الفت و مهربانی را بین که از یک خاک به مزه این قچیدی به مزه را صاحب شدیم. اگر ما با بندگی را به جا بیاریم این سرزمین همش برای ما هست. این سرزمین همش برای ما هست. برای چی؟ برای که ما باید 1000 شویم، 1000 شویم. ایلاف همینه. شما میگه 1000 شوه، 1000 یکش معنی نداره، 10 نورش معنی نداره، همین 1 دهش میکنم. صدم همین دهی و صدی و همین ها جمع میشوم، واحد و دهی و صدی 1000 میشوم. پای تخت دولت عریفمتیک 1000 بوده. برای که عیفش 3 تا نول 1 تا 1 همه ما نولیم، هیچیم. اگر بنده یگانه شویم، یگانه پرست شویم، یگانه را دوست داریم، قسم به خدا همه چیز تینده، گیرنده، سازنده، سوزنده را خدا را داریم، هم 1000 میشیم. این همیه. خیشتن را ترک و افغان خونده ای، خیشتن را ترک و افغان خونده ای، وای گویم هرچی بودی مانده ای. از علامه اقبال میگم این دروغه. این هندو بودن، افغان بودن و تاتار بودن. کسی میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، برادر تمام. برای ما ملت نیست آخی، ما امتیم. این ملت این امیوب تشکیل کردن. چی در کار ملت دادن؟ در اسلام کجایی ده که ملت باشه دین هست؟ ما امتیم، فرق نداره. کسی کلمه شهادت میگه برادری ما هست. اسلام مرز نداره. دیگه افسوس. من همین گفتی علامه که این ترک گفتن، او را افغان گفتن، او را تاتار گفتن، او را این ما را جدا کردن، ما را پراکنده کردن. لیلاف قریش الافهم رحلت الشتاء و صیف. مهربانیش چی ای؟ 1000 بدن چی ای؟ عزت چی ای؟ آبرو چی ای؟ عطوفت چی ای؟ مقام چی ای؟ شما در این 2 فصل بازارها را آباد میکنید. از فصل بهار تا تیر ما ملت ما مثل مورچه ایجا را آباد میکنن. این خانه های بلند کی ساخت؟ قسم به خدا. این بیتان های بلند کی راست کرد؟ این کارهای سیاه را کی کرد؟ انمون ملتی که با وجود همین در این سرزمین با مسجد آورده. ما 1000 میکنه خدا. ما این همیم. ما پروای هیچ کس نداریم. ما فقط یک جای پروا داریم که او خدا هست. تمام. برای ما چی در کار؟ خون و پوست و نجات و این و آن لازم نیست. برای ما الفت لازمه. ما 1000 شویم. الافهم رحلت الشتاء و صیف. این بازاراتون آباد شد.
کرته هاتون نو شد، ماشینا نو شد، دکانا نو شد، نول بده 1000 شده. ای سیاست و ای قدرت و ای حیبتون انسان ها میلرزن. خدا میگه مردم قریش فلیعبدوا رب هذا البیت، اگه بیایی کعبه را صاحبش خم شوی بشناخید. یک کرمینه در تگ 25,000 کلان کننده میکروسکوپ تر میبینه. نه کرمینه، این کرمینه قدرت بشه و روزه نعره میزنه دنیا میلرزه. شب فرا میرسید، خداوند در قرآن داوود زلعید میگه. زلعید که حضرت داوود میدیدگی انسان راحت میکره فیگورشم، آهانه میگریف میگن خیلی نوم میکرد. شب فرا میرسید میگه دست میبرداشت. خداوند در قرآن داوود اواب میگه. اواب یعنی هر چیزی را میدیده یادی خدا میکرده. تا روز میگه داوود گریه میکرد، حکومت خدا داشت. میگه نعره میزد، میگه همون مشرکین، همون دوره امالیق، همون دوره آرامی ها و آشوری هایی که در اطراف بیت المقدس هم اصلا مشرکا گرفتگی بدن، نعره میزد. میگه در میدان هوششان میرفت. این نعره ها را، این زوری ها را، همون یک خدره کرمینه که در پشت پدری همون را کمیتیه الافهم رحلت الشتاء و الصیف و الاف انموزات اخرت الهی میتیه. ملکه دور از خاندان یزدگور در زمان خلیفگی حضرت عمر وقتی شکست میخوره امپریای ساسانی، ملکه فریاد میکنه تمامی بزرگای ساسانی و دولت فارس میشینه و بعد از اون میگه چشمش حلقه آب میشه. میگه چا کرده؟ میگه من زنم این سرزمین اداره کردن نمیتونم، یگان مرد بیار یک راهبر مونه، من میرم. میگه کجا میری؟ گفته انا همون پسی بیابانی سوختگی و خانه های پست خرمازار میرم، همون مرد نگاه میکنم که از داخل اون خرمازار فرمان میتیه در زمین ایران فرمانی او را قبول میکنم. من همون را بینم کیه او؟ من همین خمیگم که من چیز گوش نمیکنم این که ما قدرتدار دنیاییم، ما 3000 و 5000 سال دولت داریم، اینو نو پیدا شده مسلمانو. من رو میگه خلیفه همه را بینم، میگن جیلکش 7 یا 11 تا پارگین داره و چون از مدینه گپ میزنه در زمین عراق و گوش میکنه. شما اوج نامه روی میکنه، ما نگاه میکنیم وقتی نامه خلیفه شون میبیاید امیرا میخیزن رسمش که نامه خلیفه آمده. من همو را گوش کنم کیه او؟ انمو یک خطره آب خدا قدرت میتیه ای مدینه چین اداره میکنه. یک امیر تیمور خودش طاقه از داخل شهر سبز ونگریا را اداره میکنه. ونگریا را اداره میکنه. اینا الفت میگم، اینا خدادادی میگم. ما در جهان اسلام آدمایی داریم نه اکادمی خوندن، نه اینستیتوت خوندن، نه انویسیت خوندن، هیچ نخوندن، اما یک صحبت اونها انسانهای آهن ملایی میکنه، انسانهای کرخت بیدار میکنه، قلبهای رمیده را جمع میکنه. اینها را اولیای خدا میگن. در زمین ما بود ایشون هم در صحبت اونها رمیده ها رام میشدن، دیوانه ها به هوشیاری می اومدن یا ایشون شیخ الهی. یک نفرایی بودن که صحبتاشون برابر پاچاهای دور قیمت داشت. اینو میگن درگاه خدا. در 3 جا سخت خم شوی سخت بلندت میکنم. میگه یکم در دل شب در پیش خدا سخت خط زمین در پرتو سخت بلندت میکنم. دویم گفته در پیش سنت رسول. سوم گفته در پیش پدر مادر سخت زن خطه. همین قد توپ در زمین سخت زنه سخت بلند میخیزه، سخت پرتو در میره خطه. افسوس نماز تهجد پیغمبر دا واجب ما دا سنت مرده میشیم خواب میشم میشه و تهجد نداریم. کسی در تهجد خوش سخت پرتویا او را خدا بلند میکنه.